میدن. خیلی مواقع بوده من خودم اومدم تک و تنها اینجا ازشون تصویر خواستم دادن، فیلمشون هم گرفتم با دوربین. ای حواستون بود؟ دمت گرم. پام بزنم اینجا. یه دفعه دیگه همین اندازه که اومدی بیرون بیا بیرون. یه دفعه دیگه فقط خواهش میکنم ازت، هم خودت هم بچت. اصلا حواسم نبود. یه دفعه دیگه بیا بیرون تا من از این مکان برم. یه دفعه فقط. اودا روشن مونده. آره عجب چقدر اومده بود بیرون. نمیشه. بد جاییه اینجا آقا، بد جاییه به خدا. اصلا نه جا پا داره که وایسی. اومده بیرون با موشو. یه دفعه موها تو افشون کن بریز بیرون. حالا نیفتم، فقط بیفتم چون بارون اومده قبلش. الان خیلی سفت شده، این تا اونجا برم 3-4 جام زخم میشه. بله نقطه زن رو بندازم. خب آقا سلک دیگه، یعنی به این وضوح خدا وکیلی نقطه زن رو بندازم. اون دفعه انداختم دیگه، تصویر با نقطه زنم گرفتم براتون. گناه دارن. جان اون بچه یه دفعه بیا بیرون به شکل کامل. الان اومدی مهران؟ بیشتر از این خیلی بیشتر. خواهش میکنم ازت، خواهش میکنم. تو رو قرآن، تو رو هر کسی که میپرستی، اودم برات روشن کردم. بسم الله. به خاطر این سیگاره بسم الله گفتم. ای کاش چپ دستم بودم. موش مو. وای موشو دیدید؟ اگه نیای بیرون من اودا رو خاموش میکنم. کیه؟ عجب بوی خوبی پخش شده اینجا. صدا میاد از اون ور. نیفتم. صدا میاد از اون ور. نکنه این بچهش باشه اینجا. کیه؟
آقا بریم، به نظر من بریم، چون اینجوری فایده ای نداره با این شارژ گوشی من و این هم که داره ناز میکنه امشب. یه شکلات بدم به بچه هاشون. خب پدر مادرشون نباشم، مثل اون چیز بود بزبز قندی. یه دفعه دیگه خودتون نشون بده تا من برم از اینجا. مثل بزبز قندی میرفتم خونه اون کی بودن بچه هاش. اسم بچه ها بزبز قندی کی بود؟ این شکلاتایی که خودم میخورم بهشون بدم. بس دستم خسته شده، به خدا بیاد بیرون من دوربین میگیرم اونور. آها آره، شنگود و منگود، حبه انگود. اومده. به جان خودم این بچه هاشونن، حاضرم قسم بخورم این بچه هاشونن، حاضرم قسم بخورم این بچه هاشونن. ماشاءالله همتون دیدین اون برنامه کودکم. بریم، من میترسم الان شارژ اینم تموم بشه. دیانا جان میخواد تا من برم اون سنگ رو هم از اونجا وردارم؟ یعنی این همه سرکشی تو فکر میکنی سایه اون سنگه؟ این سایه سنگه، اینی که میبینی سایه سنگه، این سایه سنگه رفت پایین، این سایه سنگه. ملش مودش عباس. پارسا همش تقصیر توه. پارسا چند روز پیش که اومدیم رفته اون بالا، اون داخل هم دیده. پارسا باید اون سنگا رو برمی‌داشتی اونجا. آره سهن جان آدمه. آدم بیا بیرون. سنگ بیا بیرون، آدم بیا بیرون.
بریم بچه بریم. اودا هم برای خودتون دیگه، شما که زیاد خودتون نشون ندادید امشب. من میگم پارسا پیج باز نکن، پارسا اونایی که من بلاک میکنم واقعا دلیل داره بلاک میکنم. یه چیزی میدونم که بلاک میکنم پارسا. یا اینکه پیج رو میبندم دلیل داره. بوی عود تا اینجا اومده. اون اونجاست، بذار برم رو زوم. اگه میتونی به شکل کامل بیا بیرون ببینیمت. اینقدر رو گوشی من تاثیر نذار. مجبورم نکن اینجوری از نقطه زن استفاده کنم. آخ کمرم. یه بار به شکل کامل بیا بیرون تا من از این مکان برم. میره رو فوکوس. اون اونجاست. به شکل کامل بیا بیرون. خواهش میکنم ازت. این چند درصد شارژ مونده؟ 22%. تازه 2% هم اضافه شده. تو نمیری گوشی قاطی کرده. با 20% رفتم اونجا، الان اومدم اینجا 22% پاور بانک هم بهش وصل نیست. موجود ماورای ساکن در این مکان. جن هستی؟ عجوزه ای؟ به حق درد عائل بیا بیرون. خواهش میکنم به شکل کامل بیا بیرون. بچه بذار من زاویه‌مو عوض کنم، چون قبلا از اونجا که می اومدم اونجا که بودم، ولی حواستون باشه من اینا رو جا نذارم، چرا قوه پایه‌مو جا نذارم. قبل از این که اینجا بریم بهم بگین، چون برم تو ماشین بگی دیگه ولش میکنم اینجا. بذار من برم اینجا. یخ زد دستام، یخ زد به خدا. یه آتیش درستم انگشتامو گرم کنم، خیلی سرد شده. کوری چشم بعضی من میمونم فعلا. کوری چشم بعضی که کامنتاشونو میدونم عمدن مینویسن.
کامنتاشون هدایت شده است. یه دفعه دیگه به شکل کامل بیا بیرون. انگشتم یخ زد. ای خور رفت تو دست دیگه. خب اینم درست کنم. آب 20% بوده شده 22% دیگه. من چرا از این چرا قوا استفاده نمی کنم؟ آقا میره رو فوکوس، دیگه دست من نیست بره رو فوکوس. این از دست من میاد که این کارو بکنم که از رو فوکوس در بیاد دوباره اون کارو بکنم. فقط این آتیش رو روشن کنم. میدازه ببخشید. نوک انگشتان به خدا یخ زد. یه دفعه دیگه به شکل کامل بیا بیرون. یه دفعه به شکل کامل بیا بیرون. من از این مکان میرم. خاموش شد. یه دقیقه تحمل کنید ببخشید. ایش دستم یخ زد. خب آقا دست من نیست. فوکوس دست من نیست. اونایی که رکورد میگیرید رکورد بگیرید از این آتیش. بیام تو این آتیش جن میبینید بعدا. خیش آتیش داره تموم میشه. یک بار به شکل کامل خودتون نشون بدی من از این منطقه میرم. اصلا دیگه اینجا بر نمیگردم. خواهش میکنم ازت.
به جان خودم الان میرم بالا دوباره. حالا که اینجوری شد من برم بالا دوباره. انگشتم یخ زده بود، دنبال بهونه بودم که لایو قطع کنم برم. اومده بود بیرون. یه دفعه دیگه بیا بیرون. اومده بود بیرون، به قرآن اومده بود بیرون. میبینیش اومد بالا، اومده بیرون. به شکل کامل بیا بیرون. قدت کامل ما ببینیم چقدره. خواهش میکنم ازت. وای خب. این کامنت چیه؟ پارسا خودت میدونی دیگه، من یعنی تو این مدت چرا مثلا من اومدم 68 نفر خانم رو انداختم بیرونم که نه، ولی بلاکشون کردم که دیگه نیان توی پیج، چون دیگه مخم نمیکشید. انقدر دنبال پیج فیک گشتم انداختم بیرون. رسید به یه جایی که دیگه نمیتونستم تشخیص بدم پیج فیک کیه. و هرچی هم که پیج فیک بود همشون مال خانما بودن. الان یه مدتی بود مثلا اصلا همچین کامنت های توی لایو نداشتیم. حالا بی خیال فدا سرت، بذار هرچی که میگم بگن. اومد بیرون. اومد. ای لعنت بهت که اینجوری سرک میکشی. یعنی کفری میکنه من این سرک کشیدن ها. الله اکبر. بذار فوکوس در بیاد. آقا چه کار کنیم واسه این فوکوسه؟ یه پیشنهادی بدیم واسه این فوکوسه. فقط مگه نقطه زنه رو بندازی از فوکوس در بیاد. ببین میره رو فوکوس، اینو میندازم رو فوکوس در میاد. برم دم لونهشون فایده نداره. اینا نباید باشون اینجوری رفتار کنی، باید بری دم لونه تا به ترسه بیاد بیرون. بوی مو سوخته میاد، فکر کنم موی صورت اما دستم همه جا سوخت. بیا شکلات براتون آوردم. اومد بیرون. بیشتر بیا بیرون. اگه میخوای من اون بالا نیام از همونجا خودتو نشون بده. بیام بالا. بیام این دفعه تا تو خود لونتونم میام. اصلا من کنجم کاویده که ببینم اون تو چه خبر. اومد بیرون. کنجم کاویده که ببینم اون تو چه خبره. اومدم. اومده. به طور کامل بیا بیرون.
دارم میام بالا. اگه میخوای که نیام تو لونتون یا تو خونتون، بعدشون نیاد از اینکه میگم لونه. اگه میخوای که نیام تو خونتون، یه بار حداقل تا نیم تنه بیا بیرون. این اینجا عمدن. اوه دیدید فرار کرد. عمدن چرا قوه رو انداختم جلو پام ببینم سری بیا میبر. دیدید فرار کرد. هی یه چیزی از پشت سرم رد شد بازم. به خدا باد هم نمیاد. اونم اونجاست. حواسم بود. یه دفعه همینجوری بیا بیرون. قسم میخورم یک بار اینجوری بیای بیرون ببینیمت من از اینجا میرم. از پشت سرم یه چیزی رد شد. داشتم این ور رو نگاه میکردم یهویی برگشتم این ور. یه دفعه دیگه صبر کنم این کارو بکنم. نمیبینم اون تو. میبینید؟ یه دفعه دیگه این ور نگاه کنم تا اون بیاد بیرون من نگاه کنه. اون الان فکر میکنه که من دارم یه جای دیگر رو نگاه میکنم. من کلک یاد گرفتم. حواستون هست؟ خب اینجوری به دردم نمیخوره. بذار برم بالا، فایده نداره. اونجاست. تکون جان مادر تکون نخور. تو رو قرآن تکون نخور از اونجا. خواهش میکنم ازت همونجا وایسا. خواهش کردم ازت. بیشتر بیا بیرون. زوم موشو یا پیغمبر خدا یا پیغمبر مسلمونا. دیگه اسکرین بگیرا رکورد بگیرا خوب نگاه کنن. اومد بالا. وای موهاشو. موهاش هی داره میاد بالاتر. بچه موهاش یا پیغمبر خدا، یا خدا، یا قرآن مسلمان. این چی بود؟ این به اون یکی فرق داشت. موهاشو دیدید؟ کپ کردم بازم. بریم بچه ها، بریم، فایده نداره. بریم بس امشب بسته که من گفتم یه دفعه خودتو به شکل کامل نشون بده من برم.
اینجا رو نگاه کنید، یه چیزی همین الان سفید بود رد شد. به خدا قسم شما نمیبینید، ولی صبر کن بدون نور نشون بدم. بدون نور ردش مون تو آسمون الان. نه حیف معلوم نیست. رد یه چیزی الان موند رفت. الان یه چیز سفید بود. یه دفعه دیگه خودتو نشون بده. خب کامنت بخونیم میام چی گفتی دیگه بچه‌ها. خدا وکیلی انتظار نداشته باشید. من گفتم اگه خودتون نشون بده به شکل کامل دیگه، کاملش شاید همونی باشه که اومد و رفت پایین. خب دمتون گرم که نمیخواید بمونم، دستتون در نکنم. بریم. خودم دلم نمیاد برم. ساعت چند شده؟ 4:49 دقیقه. یکی از چراغ قوامو گم کردم. برم از همین مسیر که اومدم برگردم، یا اول جیبامو بگردم؟ شاید تو جیبم باشه. این جیبم نیست، این نیست. نه تو این جیبمه، ببخشید تو جیبمه. خوب شد این همین مسیر بر نگشتم. برای طبق معمول تشکرها و معذرت‌های همیشگی بعد از لایو هم تقدیم همتون. خوبی بدی دیدید، اگه اذیت شدید، اگه سرتون گیج رفت به خاطر تکون دادن زیبای به خاطر تکون دادن زیبای من، به خاطر تکون دادن زیاد من، ببخشید. شما هم اگه اینجا باشید شاید دقیقا مثل من بشید. به خدا قسم دیدن اینا یه هیجانی بهت دست میده که اصلا فراموش میکنی داخل لایوی که باید یه جوری دستتو بگیر که شما اذیت نشید. ولی خب من هنوزم که هنوزه، بعد از 3-4 ماه که اینا رو دارم پشت سر هم میبینم، اون روزم یه نفر بهم گفت هنوزم که هنوزه همون هیجانو داری. سعید مرادی بود. گفت یه چیز جالبه که تو هنوز که هنوز بعد از 3-4 ماه که داری اینا رو میبینی، هنوزم باز وقتی میبینیشون اون هیجانی داری که اون روزای اول داشتی. ببخشید دیگه، اگه خوبی دیدید بدی دیدید. اگه خوبی دیدید از خوبی من بود، اگرم بدی دیدید حقتون بود. پارسو دستم در نکنه که همه رو از بلاک در آوردی. از این کارا بکن. راستی یه چراغ قوام اونجا جا مونده، باید برم آهنربا بیارم. دقیقاً بالا سر همیناست. یا پیغمبر که اینجا رو بره بالا. یا خدا. کامنت ها رو بعد از اینکه رسیدم تو ماشین میخونم. البته یه دوره دیگه هم باید با هم دیگه برگردیم واسه اینکه اون چراغ قوه رو بیارم. یکم من دل و جرأت دارم فقط به خاطر اینکه شما هستید توی لایو. وقتی که لایو قطع میشه من اینجا دست و پام به لرزه میافته. آخیش اینکه هیچی ماشین خود آدم نمیشه. یعنی میگن هیچ جای خونی خود آدم نمیشه. خب خدا کنه دزدگیرم به صدا در نیاد. الان نیومد چون باتری ریموت هم تموم شده بود. همینجوری قفل کردم. خب برم آهنربا بیارم، بریم. روز نه
البته روزم میتونم بیام بردارم، چون کسی نمیدونه چرا قوی من افتاده اینجا. ولی یه وسیله‌ای داریم که همیشه یه دفعه دیگه هم این اتفاق برامون افتاده. چرا قوامون افتاد یه جایی که هیچ دسترسی نداشتیم. من 2 تا آهنربا داشتم، آهنربا رو بستیم به نخم نه به چسب پول. خب خاموش. این چرا قوام خاموش، این یکی روشن. خب اول برم آهنربا رو پیدا کنم. خب سویت تایپ شد رفت. آقا اگه تشکر چیزی میکنی من نمیبینم ببخشید دیگه، دمتون گرم، دستتون در نکنه. نیازی به تشکر نیست، وظیفه‌مو دارم انجام میدم. همیشه گفتم به خاطر دل خودم میام، در کنارش یه لایو هم واسه شما میگیریم، هیچ منتی نیست. و طبق معمول تا الانم اضافه بر انجام وظیفه واسه هیچ کدومتون کاری نکردم. بریم حالا چیزا رو پیدا کنیم. چسب البته نخم دارم، نمیدونم کجا بستمش، کجاست. این 2 تا آهنربا رو بریم تو لایو مسیر چند تا آهنگ گوش کنیم.